بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. امیدوار هستم هر جایی که هستید شاد و صحت و سلامت بوده باشید. ما باز هم با قسمت جدید برنامه قلب آسیا ویژه برنامه افغانستان از شبکه جهانی وصال حق خدمت شما عزیزان و سروران هستیم. البته باز هم خوشحال هستم که جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری کارشناس دائمی برنامه را با خود دارم. در آغاز سلام های خود و شما بینندگان عزیز را خدمت جناب مولانا تقدیم نموده ایشان را خیر مقدم میگویم. تشکر. ما هم خدمت شما جناب استاد بزرگوار استاد رحیمی عزیز و خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده های عزیز، البته امروز جمعه مصادف بود با 9 محرم سال 1439 هجری و فردا شنبه 10 محرم هست که روز عاشورا نیز می باشد. بدون شک در این سالهای اخیر با فرا رسیدن روز عاشورا یا 10 محرم حال و هوای کشور عزیز ما افغانستان، خصوصا کابل و بعضی ولایات دیگر، رنگ و بوی عزا را با خود میگیرد. بدون شک همه شما میدانید که در روز عاشورا شیعیان کل جهان مراسم ویژه‌ای برگزار میکنند و در این میان شیعیان افغان نیز عقب نمیمانند. آنها نیز مراسم عزایی در روز عاشورا که 10 محرم هست یا قبل از او از اول محرم نیز این مراسم آغاز می شود. میخواهیم در مورد روز عاشورا صحبت بکنیم. اولا آیا هیچ ویژگی، فضیلت، اهمیت این روز در دین اسلام دارد یا خیر؟ اگر دارد، آیا این ویژگی و این فضیلت تعلق میگیرد با حادثه خونین و المناکی که در 10 محرم سال 61 هجری در سرزمین کربلا رخ داد با آن متعلق است، یا قبل از 10 محرم سال 61 هجری ما چیزی به نام عاشورا یا 10 محرم داشتیم؟ البته جالب است که باید بدانیم چه کسانی در حادثه المناک و دردناک که در کربلا رخ داد نواسه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و سردار جوانان بهشت حسین رضی الله عنه شهید شدند، با خانوادهشان، البته با یارانشان حدود 70 نفر تقریبا در میدان کربلا به شهادت رسیدند. چه کسانی در این جنایت و در این جریمه دست داشتند؟ شاید تعداد از آخوندهای رافضی تلاش بکنند که این جنایت تاریخ را نسبت بدهند به اهل سنت و الجماعت. ما می‌خواهیم بدانیم که دیدگاه و نظر اهل سنت و الجماعت در مورد قاتلان امام حسین رضی الله عنه و ارضاه چی هست. سپس این عزاداری ها یا مراسم عزایی که به مناسبت عاشورا یا 10 محرم برگزار می شود، جویهای خونی که ما می بینیم واقعا جاری می شود، آیا این هیچ ارتباطی با امام حسین و اهل بیت علیهم السلام دارد؟ آیا با اسلام این نوع عزاداری هیچ ربط و ارتباطی دارد؟ اگر ندارد، پس از کجا وارد جامعه اسلامی و میان امت اسلامی راه پیدا کرده است؟ از سوی چه کسانی این خرافات و خزعبلات در میان امت اسلامی ترویج داده شدند و تحت چه اهدافی؟ روی این محاور صحبت خواهیم کرد با جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری. جناب مولانا، صحبت را از اینجا آغاز کنیم. شاید بهتر باشد که اگر برای ما و بیننده های عزیز ما در مورد اهمیت یا فضیلت و ویژگی روز عاشورا که 10 محرم است مختصرا توضیحات بدهید که این روز دارای چه فضیلتی است. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق الله العظيم. ارتباط به فضائل عاشورا و ارتباط به روز مبارک، روزی که الله سبحانه و تعالی و رسول صلی الله علیه و سلم در این روز عظمت و بزرگی قائل شدن، یعنی مورد تایید الله سبحانه و تعالی و رسول صلی الله علیه و سلم هست. طوری که شما اشاره کردیم که مختصرا اشاره کن، ما فقط به یکی دو آیه و یکی دو حدیث از احادیث گوهربار نبی کریم صلی الله علیه و سلم امیدوارم که بتانم خلاصه این فضایل رو بیان بکنم. بدون شک روز عاشورا 10 محرم هست و خود محرم از جمله ماهای حرام هست. ماهای حرام ماهایی که الله سبحانه و تعالی وقتی میفرماید ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، این 12 ماهی که الله سبحانه و تعالی قرار داد که از ابتدا محرم شروع میشه و نهایتش ذوالحجه هست، این ماها را الله سبحانه و تعالی بیان میکنه ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض. تعیین این ماها از چی وقت، پیدایش این ماها از چی وقت؟ از وقتی که الله سبحانه و تعالی زمین و آسمان را خلق کرد و در بین این 12 ماه منها 4 حرم، 4 ماه هست که الله سبحانه و تعالی به اینها حرمت قائل شده و الله سبحانه و تعالی برای اینها عظمت داده و بزرگی داده، که ماهای حرام و ماهایی که حتی در دوران جاهلیت که همه انسانها غرق جاهلیت بودن و هیچ ارزشی به هیچ زمان و مکان و به هیچ شخص قائل نبودن، باز هم به این ماها احترام میگذاشتن و حتی به همان تعبیر جاهلانه خود در 12 ماه حتی در ماهای حرام اگر جنگ روبرو میشد و برابر میشد اون را تغییر میدادن، میگفتن که این ماه حرام این ماه نیست و ماه بعدی بالاخره ماه حرام میگیریم، یعنی قضا می آوردن. بله. بناهن الله سبحانه و تعالی در بین این 12 ماه 4 ماه را خاص میکنه و برایشان ارزش قائل میشه، منها 4 حرم، که این 4 ماه یک ماه ذوالحجه هست و 3 ماه دیگر متوالی یا پی در پی که می باشه که از ذوالقعده و ذوالحجه و محرم. عاشورا که وقتی ما از فضائلش میگیم، بدون شک وقتی خود محرم به پیشگاه الله سبحانه و تعالی عظمت داره و بزرگی داره و این عظمت و بزرگی هم از امروز و دیروز نیست، بلکه از روز خلقت آسمان ها و زمین هست. الله سبحانه و تعالی حتی بعد از این که میگه منها 4 حرم ذلك الدین القیم، این دین قیم هست، فلا تظلموا فیهن انفسکم. در این ماها دیگه نباید ظلمی صورت بگیره، در این ماها حتی فلا تظلموا فیهن انفسکم، دیگه بر نفسهای خیش ظلم نکنید، نه با نفس خود ظلم کنید نه با دیگری ظلم کنید. این ماه حرام است، ماهی که حرمت الله سبحانه و تعالی بین اینها داده، که این خود دهه عاشورا یا این روزی که مسمى به عاشورا هست، این نهفته هست در ماه محرم و محرم از جمله ماهای حرام هست که جز فضائل میشه. در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که صحیح المسلم روایت میکنه، نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند صیام یوم عاشورا، روزه گرفتن روز عاشورا، احتسب علی الله، یعنی رسول الله میفرمایند گمان من بر الله سبحانه و تعالی اینه که ان یکفر السنه التي قبله، یک روز روزه گرفتن کفاره گناهان 1 سال ما قبل میشه، که این فضائل این روز مبارک و این زمان مبارک روز عاشورا نشان میده. البته میخوام یک نکته اینجا اشاره کنم که وقتی در حدیث میایه که روز عاشورا 1 سال گناه بخشیده میشه، روز عرفه مثلا 2 سال، 1 سال ما قبل 1 سال ما بعد در این بخشیده میشه، مثلا در از این جمعه به این جمعه نماز جمعه کفاره میشه و از این طریق، یا مثلا از این رمضان تا این رمضان، از این عمره تا به این عمره،
اینها بحث گناهان صغیره هست و گناهان کبیره نیاز به توبه داره و اگر قضیه حق الناس هست نیاز به اینه که حق شخص پرداخته بشه. در حدیث دیگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند افضل الصیام بعد رمضان، با فضیلت ترین روزه بعد از روزه ماه مبارک رمضان صیام المحرم، روزه گرفتن در ماه محرم هست. یعنی در این روزهای محرم یعنی روز تاسوعا، روز عاشورا، روز حتی در این اتفاقی که من و شما در این ماه میبینیم، امروز مثلا پنجشنبه بود، دیروز که پنجشنبه بود، روز پنجشنبه روز است که اعمال انسان ها و پیشگاه الله سبحانه و تعالی عرضه میشه که خود روزه گرفتن روزهای دوشنبه و پنجشنبه سنت هست. و امروز جمعه مثلا تاسوعا، فردا عاشورا و بعد روز بعدی و باز هم که رسول الله میفرمایند که یا یک روز قبل از عاشورا روزه بگیریم با عاشورا ضم کنیم و یا عاشورا و بعد از او بعداً بس روز دوشنبه میشه، بعد دوشنبه هم میشه و بعد داخل میشه ایام بیز. و به همین طریق یک هفته متواتر اگر کسی بخواهه که یعنی باب الریان بر روی خود باز بکنه، فرصت بسیار عظیم و بزرگی هست به اینکه انسان به این عبادت پروردگار عالم بپردازه. به خاطر اینکه گفتیم که مختصراً بشه، من یک قولی از سلف الصالحین هم اشاره میکنم، امیدوارم که همان ذره و قطره و شمی از این فضائل عاشورا بیان شده باشه. سلف صالحین 3 دهر یا 3 عشرات همیشه توجه اینا به عبادت بیشتر میشد. یعنی 3 دهر که دهه اخیر ماه مبارک رمضان از رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته تا صحابه و تابعین و بزرگان دین، یعنی کل رمضان به عبادت بودن، دهه اخیر توجه خاص داشتن. همیشه به عبادت الله سبحانه و تعالی بودن. در دهه اول ذوالحجه یعنی 10 روز اول ذوالحجه توجه خاص داشتن و اهتمام بیشتر میکردن و همچنین دهه اول محرم 10 روز اول، یعنی بین سلف صالحین همیشه عاشق عبادت بودن، همیشه دوستدار عبادت بودن، همیشه دوست داشتن که به عبادت الله سبحانه و تعالی، ولی این 3 دهر انتظار میکشیدن. مجرد از دهه اخیر رمضان فارغ میشدن، انتظار میکشیدن چی وقت دهه اول ذوالحجه میآیه. از دهه ذوالحجه وقتی فارغ میشدن انتظار میکشیدن چی وقت دهه اول محرم بیایه و اونها به عبادت الله سبحانه و تعالی بیشتر بپردازن. تشکر، سلامت باشید جناب مولانا صاحب. این فضائلی که شما ذکر کردین برای ماهای حرام یا ماهای محرم در کل که 4 ماه گفتین هست و خصوصا روز عاشورا که 10 محرم هست، گفتین روزه گرفتن یزدی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که امیدوار هستم گناهان 1 سال گذشته را ببخشد. سوال اینجاست که این فضیلت یا این ویژگی که برای روز عاشورا و دهه اول محرم شما ذکر کردین ارتباط داره با حادثه المناک که در سال 61 هجری در کربلا رخ داد، یا قبل از 61 هجری هم ما چیزی به نام عاشورا داشتیم؟ یعنی 61 هجری میگیم 60 سال از هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم، قبل از او هم 13 سال پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مکه بودن که حدود 70 و چند سال میشوه از بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. اتفاقی که در دهه یعنی دهه اول محرم یعنی در روز عاشورا جریان شهادت حضرت امام حسین اتفاق افتاد، واقعا هر چی که فکر کنیم قضیه دلخراش و قضیه‌ای که قلوب همه امت اسلامی هر لحظه‌ای که بیاد مسلمان صحنه کربلا و جریان کربلا میآید، یعنی واقعا المناک بود و المناک هست و واقعا یک حادثه بسیار یک مصیبت بزرگ. اما ارتباط به سوال که نمودیم که آیا این فضائل از روز شهادت امام حسین برای عاشورا آمد
یا اینکه قبلا بود. همونطوری که قبلا اشاره کردم در قسمت فضائل، نبی کریم صلی الله علیه و سلم هنوز امام حسین به دنیا نیامده بودن که فضائل عاشورا رو بیان کردن و در قسمت روزه عاشورا و در قسمت فضائل عاشورا و برکات عاشورا. اما حتی مسئله عاشورا نه این که به زمان امام حسین هیچ ربط و ارتباطی یا به مسئله کربلا نداره، قبل از بعثت نبی کریم صلی الله علیه و سلم، قبل از حتی تولد رسول صلی الله علیه و سلم، در دوران جاهلیت روزه عاشورا، حتی در دوران جاهلیت روزه می گرفتن. از احکاماتی که شریعت مقدس اسلام آمد، بعضی از احکاماتی که تایید کرد اونها باقی گذاشت. یکی از اونها روز عاشورا بود. نبی کریم صلی الله علیه و سلم در حدیث بخاری که ابن عباس رضی الله عنهما روایت میکنن، میفرمایند قدم النبی صلی الله علیه و سلم المدینه، زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی مدینه منوره آمدن، در حالتی که در دوران جاهلیت امیر دیده بودن و مردم انسانها در دوران جاهلیت روزه می گرفتن. وقتی که رسول الله به مدینه آمدن و دیدن که یهود روز عاشورا روزه میگیرن، از یهود پرسیدن که شما چرا این را روزه میگیرید؟ به خاطر چی؟ گفتن ما به خاطر شکرانه و به خاطر این که موسی علیه السلام را و بنی اسرائیل را الله سبحانه و تعالی از چنگ فرعون در این روز نجات داد، فرعون و فرعونیان غرق شدن و موسی علیه السلام و بنی اسرائیل نجات پیدا کردن، ما این را به شکرانه همان روز ما روزه میگیریم. رسول صلی الله علیه و سلم وقتی این را شنیدن فرمودن نحن احق بموسی منکم، ما مستحق تریم، ما به موسی علیه السلام نزدیک تریم، ما این وظیفه ما هست. رسول صلی الله علیه و سلم به این بود که دستور دادن که روز عاشورا را روزه بگیره. حتی در روایت دیگر میاره که رسول الله صلی الله علیه و سلم سالی که یعنی بعدا وفات یافتن فرمودن که اگر تا سال آینده من زنده بودم، تاسوعا و عاشورا با هم روزه میگیرم تا مخالفت با یهود بشه و یهود یک روز روزه میگیره و ما 2 روز روزه میگیریم. به این بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتن و الان هم طریق مسنونه و سنت چون از سلف صالحین ثابت شده که یا روز 9 و 10 با هم روزه میگرفتن یا 10 و 11 با هم روزه میگرفتن. و همچنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قبل از فرضیت روزه ماه مبارک رمضان، روز عاشورا نظر جمهور علما اینه که این واجب بود، فرض بود. اگرچه بعضی از علما میفرمایند که از بدایت این حالت مستحبی رو برای خود داشت، ولی جمهور علما میفرمایند که این واجب بود و فرض بود. وقتی که ماه مبارک رمضان روزش فرض شد، اینجا این در مقام استحباب و مستحب بودن و سنت بودن قرار گرفت که الان هم روزه گرفتن روز عاشورا سنت رسول صلی الله علیه و سلم و سنت خلفای الراشدین و اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم و بزرگان دین. و همونطوری که قبلا هم اشاره کردم که رسول الله میفرمایند که احتسب علی الله ان یکفر، یعنی اینکه این کفاره بشه و دور بسازه گناهان 1 سال ما قبل را. پس بناهن مسئله عاشورا از لحاظ فضائل و از لحاظ برکات و از لحاظ این که روز مبارک و مقدس و همچنین اعمال دیگری که در این روز هم رخ داده که طوری که قبلا اشاره کردم، نجات موسی علیه السلام و غرق شدن خود فرعون و همچنین کشتی حضرت نوح علیه السلام در کوه جودی و بالاخره اعمال دیگری که در این روز. پس به هر حال این روز مبارکی بوده و الان هم هست و تا به قیام قیامت این روز مبارکیه. و از لحاظ این که اتفاقی که در روز عاشورا برای سیدنا امام حسین رضی الله عنه افتاد و سیدنا امام حسین در این روز شهید شدن، بدون شک همانطوری که خداوند شهادت نصیب امام حسین کرد که یک مقام بالا و والا هست،
و از دنیا رفتن به ملاقات پروردگار عالم برای یک شهید و برای یک کسی که او به نزد الله قرب و منزلت داره در ماه محرم، خود این یک فضیلت هست، یک برکات هست. اما اگر ما بخوایم که وقتی بگیم عاشورا شهادت امام حسین بیاید دم روی ما، یعنی عاشورا کلا اختصاص پیدا کنه به بحث حضرت امام حسین، پس این قابل قبول نیست، به خاطر اینکه ما بیاییم یک روزی که دارای همه عظمت و بزرگی هست و اتفاقاتی که قبل از اسلام، اتفاقاتی که بالاخره در صدر اسلام و رسول صلی الله علیه و سلم به این روز ارزش قائل شدن و این روز روزه گرفتن و این روز را در یعنی ارج و احترام گذاشتن. و حتی یک نکته الان در ذهنم آمد که اکثر علما به این نظرن که در روز شهادت سیدنا امام حسین رضی الله عنه، امام حسین روزه داشتن، سیدنا امام حسین روزه بودن. خود روزه بودن سیدنا امام حسین دلالت بر این میکنه که سیدنا امام حسین میدانست که این روز فضیلت داره، این روز گناهان یک سال را میبخشه. پس فضیلت روز عاشورا قبل از شهادت امام حسین بوده و تا به روز قیامت هم باقی میمونه ان شاء الله. تشکر، سلامت باشه جناب مولانا صاحب. حالا میایم روی اصل موضوع که در 10 محرم سال 61 هجری در سرزمین کربلا آن حادثه دلخراش و المناک رخ داد و بعد از او هم تا امروز ما میبینیم اکثریت مطلق مسلمانان این روز را همانند پیامبر و صحابه و قبل از او که اهل کتاب هم این روز را به خاطر نجات موسی علیه السلام روزه میگیرن. تعدادی هم بعد از این آمدن و این روز را به شکل دیگری با مراسم عزاداری سپری میکنند. شاید بعضیا فکر بکنن که این کسانی که روزه میگیرن به خاطر خوشحالی شهادت امام حسین باشه که اینا روزه میگیرن و مراسم عزا برگزار نمیکنن. میشه برای ما بگوین که چه کسانی در شهادت امام حسین رضی الله عنه دست داشتند، چه کسانی ایشان را به شهادت رسانیدن و دیدگاه اهل سنت در مورد قاتلان امام حسین چی است؟ اگر بحث شهادت حضرت امام حسین ما بخوایم مطرح کنیم، یعنی بسیار بیان کردن این مسئله برای هر انسان سخت و دشوار هست. سیدنا امام حسین رضی الله عنه کی بود؟ یک لحظه انسان فکر بکنه. سیدنا امام حسین نواده رسول صلی الله علیه و سلم، نواسه رسول صلی الله علیه و سلم، جگرگوشه فاطمه الزهرا، ابن علی ابن ابی طالب، امام حسین رضی الله عنه، کسی که دسته های گل یعنی ریحانه های رسول صلی الله علیه و سلم بودن، حسن و حسین. و رسول صلی الله علیه و سلم می فرمایند سیدا شباب اهل الجنه، جوانان و سرداران اهل جنت حسن و حسین رضی الله عنهما هستند. در حدیث دیگر رسول صلی الله علیه و سلم می فرمایند پیرامون امام حسن و امام حسین، کسی که با حسن و حسین محبت داره بر من محمد محبت داره، و کسی که با حسن و حسین بغض داره فقط ابغضنی، با من محمد بغض کرده و دشمنی کرده. جایگاه حضرت امام حسن، جایگاه حضرت امام حسین، جایگاه اهل بیت رسول صلی الله علیه و سلم، جایگاه علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، جایگاه خیر النساء اهل الجنه فاطمه الزهرا، اینها جایگاهی دارند که نمی شود با زبان بیان کرد. الله سبحانه و تعالی از این خانواده پاک، خانواده که اونها را الله سبحانه و تعالی طیب گفته و پاک گفته و اونها را تعریف و توصیف و تمجید کرده، اهل بیت رسول صلی الله علیه و سلم هستند. زمانی که چون بحث طولانی نشه، وقتی که حضرت معاویه رضی الله عنه روزهای اخیرشان بود، فرزند خود یزید به عنوان خلیفه تعیین میکنن و بعداً وصیت دارن که
همه با تو بیعت میکنن. متوجه باش که عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر و حسین ابن علی، این سه نفر متوجه باش که اینها کسانی هستند که شاید با تو بیعت نکنن، اما تو چه کار باید بکنی؟ خود درباره عبدالله ابن عمر میفرمایند که او با او حرف بزنی و انسان عابد است و بالاخره زیاد به این موضوع توجه نمیکنه. و عبدالله ابن زبیر اگر با تو هر گونه برخوردی که کرد با او برخورد بکن. در قسمت حسین ابن علی، سیدنا حضرت معاویه رضی الله عنه به یزید وصیت میکنن که متوجه باشی اگر حسین با تو بیعت نکرد و علی تو حرکت هم کرد، با او مدارا باش، با او برخورد خشن نکنی. او نواده رسول صلی الله علیه و سلم هست. او میدانی که جایگاه و مقام و منزلتش به نزد خدا و رسول. به همین بود که وقتی که حضرت معاویه از دنیا تشریف میبرن، حکومت و خلافت میفته دست یزید و یزید وقتی که طلب بیعت میکنه، خلاصه داستان و بالاخره جریان، سیدنا امام حسین مدینه را ترک میکنن به قصد مکه مکرمه. و در مکه مکرمه قبل از این که ترک بکنن، چون شما فرمودیم که قاتلان امام حسین کی هست، میایم سر از این قضیه. حضرت امام حسین با یزید بیعت نکرد. وقتی بیعت نکرد، چرا بیعت نکرد؟ امام حسن خلافت را میده برای حضرت معاویه و بیعت هم میکنه. امام حسین چرا بیعت نمیکنه؟ چون شیعیان کوفه اینها با نامه‌های مکرر و کثیر که هزارها نامه، یعنی در حدود 18,000 گفته شده، 25,000 گفته شده، 30,000 نامه گفته شده، نامه به سیدنا امام حسین نامه‌های زیاده میفرستن که تو بیا، ما اهل عراق شیعیان کوفه ما با یزید بیعت نمی کنیم، تو بیا با تو بیعت میکنیم، تو به عنوان خلیفه ما و به عنوان پیشوای ما، همانطوری که نواده رسول صلی الله علیه وسلم هستی، به عنوان خلیفه ما هم قرار بگیر. سیدنا امام حسین وقتی که این نامه ها را دیدن، این تأکیدات را دیدن، از مدینه منوره حرکت کردن طرف مکه مکرمه و در این اثنا مسلم ابن عقیل پسر عموی خود را روان کردن طرف کوفه. سیدنا امام حسین وقتی به مکه مکرمه رسیدن، تا به این حالت هم نامه ها می آمد که بیعت با مسلم ابن عقیل جریان داره و تعداد کثیری حتی کوفه را میخوان بگیرن، حتی بالاخره بسیار جاهای مهم به دست گرفتن و جمعیت کثیر شده. اگرچه مشوره صحابه که در اون زمان بودن، مشوره بزرگان دیگری که از سلف صالحین بودن، سیدنا امام حسین همین بود که بیرون نشوید، چون شیعیان کوفه در قبال و در نسبت به پدر شما که سیدنا علی ابن ابی طالب باشه، به او حرفی که زدن در کنارش استاد نشدن و اینها شاید امروز هم در کنار شما استاده نشن و شما در انکار. و سیدنا امام حسین چون باز هم با تأکید زیادی که نامه ها بود، حرکت کردن رو به طرف کربلا، رو به طرف کوفه و بالاخره رو به طرف عراق، تا این که رسیدن در منطقه در اون وادی و اون دشت سوزان کربلا و در اینجا. از این حالت وقتی که یزید واقف میشه، عبیدالله ابن زیاد و کسان دیگر وظیفه میده که شما با امام حسین وقتی که میایه، حسین ابن علی میایه، شما با او روبرو که شدید، به او فقط جنگ نمی کنید، حرب نداشته باشید، بی احترامی نمی کنید در این حال. اما به این که انسانهای ظالم و انسانهای از خدا بیخبر گوش به فرمان امیر خود و دیگران هم که به شمول عبیدالله ابن زیاد، عبیدالله ابن زیاد آمد برای سیدنا امام حسین فقط دو راه را باقی گذاشت. یک راه که یا تسلیم بشو، ما تو را گرفته مثل به عنوان یک اسیر به نزد یزید میبریم، یا این که باید در اینجا کشته بشی. سیدنا امام حسین تشنه قدرت نبود،
سیدنا امام حسین تشنه مقام و چوکی نبود. سیدنا امام حسین اگر میخواست که مردم برایش عزت کنند در مکه و مدینه خیلی عزت داشت. سیدنا امام حسین اهل تقیه نبود که تقیه کنه، میتونست خود را به دست و پای عبیدالله ابن زیاد بندازه، به دست و پای شمر بندازه، میتونست بالاخره مداهنه کنه و چاپولیسی کنه تا اینکه از او دشت سوزان نجات پیدا میکرد. سیدنا امام حسین به خاطر احیای سنت جد خود بیرون شده بود. سیدنا امام حسین به خاطر اینکه بی‌عدالتی از دنیا و از سرزمینی که به نام محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و به نام دین و اینها استفاده میکردن و ظلم و ستمشان به اوج خود رسیده بود، میخواست به مقابل ظلم استادگی کنه، به مقابل بی‌عدالتی استادگی کنه، میخواست به مقابل انسانهایی که فقط مقام و چوکی برایشان ارزش داره نه دیگر چیزی، میخواست با اونها مبارزه کنه. سیدنا امام حسین از عبیدالله ابن زیاد فقط گفت که مرا اجازه دید پس طرف مکه برمیگردم. گفت اجازه نیست. گفت مرا اجازه دهید که با سرفرازی و سربلندی خودم میرم نزد یزید. گفت اجازه نیست، با مثل اسیر باید بری. سیدنا امام حسین گفت که حتی مرا اجازه دهید من میروم در مرزهایی که دیگه مسلمین به جنگ و جهاد و اینها مصروفن، من میرم در اونجی جنگ و جهاد و در راه خدا شمشیر میزنم. ولی ظالمین و گرگ صفتانی که در اون دشت کربلا اطراف نواده رسول صلی الله علیه وسلم گرفته بودند، همچون گرگ در اطراف خیمه اهل بیت رسول صلی الله علیه وسلم میچرخیدن. جناب استاد بزرگوار، یک لحظه انسان فکر بکنه یک خیمه هست، یک دشت هست، داخل خیمه اهل بیت امام حسین، حسین ابن علی، حسین ابن زهرا، حسین نواده رسول صلی الله علیه و سلم، در حالتی قرار گرفته که حالا دیگه ظالمین گرگ صفتان تشنه خون این انسان پاک و پاک سرشت هستند. سیدنا امام حسین گفت هرگیز ما زنده ماندن که با ذلت و خواری باشه هرگیز نمیپذیرم. مرگ با عزت و با شرف خیلی برای من ترجیح داره نسبت به حیاتی که من به ذلت و به خواری بالاخره زنده بمانم. همین بود که این نامه هایی که از طرف کوفه آمده بود، این هزاران نفری که دنبال سیدنا امام حسین روان کرده بودند، نه تنها به خون امام حسین بلکه به خون مسلم ابن عقیل. مسلم ابن عقیل از صبح که بیرون شد هزارها نفر در کنار مسلم ابن عقیل بودند، ولی تا به شام مسلم ابن عقیل تک و تنها در کوفه، هیچ کس او به خانه خود راه نمیداد. کی؟ همین شیعیان کوفه؟ همین شیعیان کوفه، همین دوستداران امام حسین، همین مدعیان دروغین اهل بیت رسول صلی الله علیه وسلم که حضرت علی فریب دادن. گفتن که خلافت رو بیار به کوفه. همین ها بودن که مسلم ابن عقیل در ابتدای روز هزاران نفر در کنارش استاده بودن. وقتی که عبیدالله ابن زیاد عده‌ای را از ترساند عقب نشینی کردن، عده‌ای را به دنیا، عده‌ای را به چوکی، عده‌ای را بالاخره اینها کنار رفتن و مسلم ابن عقیل رضی الله عنه، این مرد خدا، در شامگاه حتی خانه پیدا نمیشه که کسی به خانه خود راه بده. طلب آب میکنه، دروازه خانه در میزنه که من تشنه هستم، یک گلاس آب به من بدهید، دروازه را به رویش میبندن. امام حسین در دشت کربلا در انتظار او هزاران انسانی که نامه فرستاده بودن منتظر اونها بود، ولی یک نفر هم به سراغ و به دفاع سیدنا امام حسین نیامد، الا که لحظات اخیر که امام حسین در حال شمشیر زدن بود، از لشکر عبیدالله ابن زیاد، از لشکرش یکی دو نفر معدود و محدود بالاخره معدود آمد به لشکر امام حسین. سیدنا امام حسین
خانواده امام حسین، فرزندان امام حسین، حتی این ظالمین نه تنها به امام حسین، به خانواده امام حسین هم رحم نکردن، به طفل معصوم هم رحم نکردن. حتی این ظالمین به طفلان معصومی که به داخل او دشت سوزان و وادی کربلا بودن رحم نکردن. سیدنا امام حسین رضی الله عنه در دشت کربلا، او تنی که رسول صلی الله علیه و سلم او را با آغوش گرفته بود، او تنی که رسول صلی الله علیه و سلم می بوسید، گردن امام حسین که رسول الله صلی الله علیه و سلم بوسه می زدن، او در آن روز، در روز عاشورا، از تن امام حسین جدا میشه و سر امام حسین بر زمین میفته. چی لحظه است وقتی که انسان عظمت دین را نگاه میکنه، عظمت دین و بزرگی دین. امام حسینی که چقدر ارزش داره، چقدر جایگاه و مقام و منزلت داره، الله سبحانه و تعالی این عزیز خود را، این بنده محبوب خود را فدای دین میکنه، فدای این میکنه که تا این که دیگران متوجه بشن که اگر امام حسین در مکه می نشست، مردم دستش را، چیک پاهایش را بوسه می زدن، پیشانیش را بوسه می زدن. اون نواسه رسول صلی الله علیه و سلم بود. ولی در دشت کربلا پیکر مبارک حضرت امام حسین بر زمین می افته و جسد مبارک و سر مبارک از تن جدا میشه. قاتلان امام حسین کیا هستن؟ همون شیعیان کوفه، همون کسانی که نامه فرستادن و همون کسانی که با حرف خود استادگی نکردن و در کنار امام حسین قرار نگرفتن، آنهایی که امام حسین فریب دادن، آنهایی که امام حسین بازی دادن، آنهایی که امام حسین با نامه های خود بالاخره او را دعوت کردن، اونها قاتلین و اونها کسانی هستند که به خون امام حسین شریک هستند. و این ظالمینی که در کربلا در مقابل این لشکر زیبا و اون فرشتگان زمینی، یعنی لشکر امام حسین تعدادی به 72 نفر، یعنی کمتر از 100 نفر، اما لشکر عظیم و بزرگ عبیدالله ابن زیاد که در مقابل این دسته های گل قرار می گیرن و بسیار صحنه های دلخراش کربلا داره. جناب استاد بزرگوار، به طور خلاصه و فشرده قاتلین امام حسین گفتیم شیعیان کوفه و همچنین کسانی که عبیدالله ابن زیاد، شمر و کسانی که در کنار اینها بودن، در این سهم داشتن. اما از نظر اهل سنت و جماعت درباره قاتلین گفتیم که چی هست و دیدگاه، آیا اهل سنت چی دیدگاه دارن؟ شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، شیخ الاسلامی که میخوان روافض اور برای برادرها و خواهرای اهل تشیع ما میخوان شیخ الاسلام با عنوان دشمن اهل بیت میخوان معرفی کنن، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میفرمایه، میگه لعنت الله على من قتله، لعنت الله سبحانه و تعالی بر کسی که حسین را کشته، و لعنت الله على من اشار بقتله، لعنت بر کسی که حتی مشوره قتل را داده، حتی مشوره داده که بریم بکشیم. و می فرمایه و لعنت الله على من فرح بقتله. الله اکبر. این نظر اهل سنت و جماعت، نظر شیخ الاسلام ابن تیمیه. لعنت خدا بر کسی که به قتل امام حسین شریک بوده، لعنت خدا بر کسی که مشوره قتل امام حسین داده، لعنت خدا بر کسی که بر قتل امام حسین خوشحال شده و خوشحالی کرده و خوشحالی میکنه. پس بناهن امام حسین شخصیتیه که برای ما اگر سر از تن جدا کرد، اگر با لبهای تشنه از دنیا رفت، اگر فرزندان خود را در اون دشت سوزان، طفلان معصوم از دست داد، اگر سیدنا امام حسین در اون دشت تک و تنها ماند، ولی برای ما درس عزت،
درس شهامت، درس غیرت، درس مردانگی، درس این را داد که هیچ وقت پیروان امام حسین زیر بار ظلم، زیر بار هیچ طاغوتی، زیر بار هیچ استبدادی نمی روند، نرفتن و نخواهند رفت. اما میخوام اینجا یک نکته را اشاره بکنم. کسانی که ادعای بیش از عاشورا و از امام حسین ادعای بیش ندارن، درد اینجاست که اینقدر سنگ محبت امام حسین را در سینه زدن ولی در زیر حکمتها و حکام طاغوت زندگی کردن. آیا می شود گفت ما حسینوار حرکت می کنیم؟ آیا می شود گفت که ما در مدرسه امام حسین زندگی می کنیم؟ آیا می شود کسی که خود را به نام امام حسین و خود را در مکتب امام حسین خود را نسبت بده و باز در کنار دشمنان خدا و رسول که یهود و نصارا باشه برن و بالاخره اونها را تایید بکنن و بالاخره در کنار اونها قرار بگیرن؟ پس به اینه که پیرو واقعی امام حسین رضی الله عنه روز عاشورا امام حسین روزه داشت، امروزه هم پیروان امام حسین روزه دارن. روز عاشورا امام حسین قدر و منزلت عاشورا را میدانست که این روز با فضیلت است، روز با عظمت است. امام حسین وقتی اینها را میدانست، امروز پیروان امام حسین این عظمت و این بزرگی را میدانند. با ادعا نمی شود که ما با زبان بگیم ما امام حسین را دوست داریم. امام حسین فکرش چی بود؟ اندیشهش چی بود؟ حرکتش به خاطر چی بود؟ به خاطر چی حرکت کرد؟ اگر میخواست که او را عزت کنن همه عزت میکردن، اگر میخواست که بالاخره برایش احترام بشه همه احترام میکردن. اون نواسه رسول صلی الله علیه وسلم. امروزه ما یک شخص را نمیفهمیم که آیا نسبش به رسول الله میرسه یا نمیرسه، ولی وقت ادعا میکنم من سیدم، اولاد رسول اللهم، بعد از 1400 سال امروز ما دستانش را میبوسیم، احترام میگذاریم که این سید اولاد رسول الله، ولی یقینم نیست که هست یا نیست. 61 سال از هجرت رسول الله نگذشته بود که نواده رسول صلی الله علیه و سلم، جگرگوشه رسول صلی الله علیه و سلم، حسین ابن علی، به خاطر دین الله سبحانه و تعالی، مگر حکمت یزید، دولت یزید، خلافت یزید به چی سمت و سوی رفته بود؟ فقط 4 نفر مثل عبیدالله ابن زیاد و مثل شمر و مثل بالاخره عمر سعد که سعد ابن ابی وقاص صحابه رسول صلی الله علیه و سلم هست. او صحابه که میگیم رضی الله عنه، اما وقتی فرزند صحابه هم اگر تخلف میکنه، ما وقتی میبینیم پسر نوح علیه السلام هم بیراه میره. اما میمونه قضیه به اینجا که 5 نفر 10 نفر اگر از حکومت یزید فاسد شده بود، امام حسین قیام کرد، امام حسین حرکت کرد. به خاطر چی؟ آیا حکومت یزید کفر بود؟ کفر نبود. آیا خلافتی نعوذ بالله به سمت مجاهدین اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم در نقاط دوردست می جنگیدن به خاطر خلافت و به خاطر فتوحات و اینها؟ اما امام حسین حرکت کرد به خاطر نقص و نواقص و اندکترین بیتفاوتی که در بعضی گوشه و کنار نسبت به دین پیدا شده بود، میخواست که اونها را ترمیم بکنه، میخواست که اونها را. اما امروزه ما میبینیم کسانی که ادعای محبت امام حسین را میکنن، اولین کسانی که در کنار یهود و نصارا قرار میگیرن رهبرانشان هست. اولین کسانی که با اونها هدفشان با هدف یهود و نصارا یکی میشه. امام حسین حرکت کرد تا عدالت را به وجود بیاره. امروز ظلم دنیا را کی به پا کرده؟ امام حسین حرکت کرد تا پیش روی خون و خونریزی را بگیره. امام حسین فریاد نزد و بالاخره که کجا هستید مسلمانان دنیا که بیایید در کربلا از ما دفاع کنید؟ نخیر، نمیخواست که خون مسلمان. اصلا یکی از حکمتهایی که امام حسین از مکه بیرون شد به خاطر چی بود؟ امام حسین گفت مبادا همین دشمنانی که امروز در حکومت و نظام و خلافت اسلامی قرار گرفتن، اینها بیاین در مکه حرمت امن مکه را بشکنن و بالاخره دست به جان من دراز کنن و مرا در مکه بالاخره شهید کنن. من بیرون میشوم تا این که این حرمت مکه حفظ بشه.
اما امروز کسانی که دم از محبت امام حسین میزنن، نه حرمت مکه برای اینا مهمه، نه حرمت مدینه مهمه، نه حرمت مسلمان مهمه، نه حرمت، میبینیم که چی غوغای در دنیا به پا شده. پس به هر حال امام حسین سردار جوانان اهل بهشت، امام حسین کسی که اهل سنت و جماعت به خاطر هدف امام حسین، به خاطر منهج امام حسین، به خاطر محبتی که به امام حسین دارن جان میدهن. من جناب استاد بزرگوار باز هم میخوام همین تأکید بکنم که نمیدانم چگونه محبتی دارن نسبت به امام حسین اشخاصی که سنت رسول الله، فرهنگ رسول الله، سنت امام حسین، فرهنگ امام حسین، شجاعت امام حسین، رحم و شفقت و ترحم امام حسین، او استادگی امام حسین در مقابل ظلم و اینها، چرا اینها بالاخره کنار رفته و اما از نام امام حسین برداشت دیگری و راه دیگری و روش دیگری انتخاب شده. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که ما پیرو واقعی امام حسین قرار بگیریم. آمین. تشکر. سلامت باشید. اجازه بدین بریم به سراغ میان برنامه. بیننده‌های عزیز، میان برنامه کوتاهی را میگیریم و با ادامه موضوعمان برمیگردیم. عاشورا از حقیقت تا ادعا. با ما باشید. این از دودمانی سبزی تاهاست، حسین از گلشنی یاسین شکوفاست. حسین از دودمانی سبزی تاهاست، حسین از گلشنی یاسین شکوفاست. حسین از گلشنی یاسین شکوفاست. حسین سرویرهای جاویدانیست، حسین آبی زلال مهربانیست. حسین سرویرهای جاویدانیست، حسین آبی زلال مهربانیست. حسین از دودمان سبزی تاهاست، حسین از گلشنی یاسین شکوفاست. علمداری بیابانی شهادت، حسین ابن علی معنای عزت. علمداری بیابانی شهادت، حسین ابن علی معنای عزت. حسین از دودمانی سبزی تاهاست، حسین از گلشنی یاسین شکوفاست. حسین عطری رسول و یاس زهراست، خمی جامی شهادت سروری ماست. حسین عطری رسول و یاس زهراست، خمی جامی شهادت سروری ماست. حسین از دودمان سبزی تاهاست، حسین از گلشنی یاسین شکوفاست. ز خونش کشت حق و گشت و آبیاری، بماند از او شهامت یادگاری. ز خونش کشت حق و گشت و آبیاری، بماند از او شهامت یادگاری. حسین از دودمان سبزی تاهاست،
شکوفاست. حسین از گلشن یاسین شکوفاست. حسین با خون خود پیغام حق داد، جهان را عز و آزادی سبق داد. حسین با خون خود پیغام حق داد، جهان را عز و آزادی سبق داد. حسین از دودمان سبز تاهاست، حسین از گلشن یاسین شکوفاست. حسین از گلشن یاسین شکوفاست. با سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی، با موضوع عاشورا از حقیقت تا ادعا خدمت شما عزیزان هستیم. مولانا مجیب الرحمن انصاری قبل از میان برنامه در مورد فضائل و ویژگی های روز عاشورا صحبت کردند و سپس گفتند که این فضائل و ویژگی ها قبل از حادثه‌ای که در 10 محرم سال 61 هجری در کربلا رخ داد، قبل از او این روز با برکت بود، این فضیلت و این ویژگی را داشت. تصادفی حادثه دلخراش کربلا در 10 محرم سال 61 هجری رخ داد. همچنان در مورد قاتلان امام حسین گفتند که قاتلان، البته کسانی که مباشرتاً دست داشتن مستقیما در قتل امام حسین رضی الله عنه، کسانی بودند که در میدان کربلا با ایشان جنگیدند، شمر و عبیدالله ابن زیاد و غیره. اما قاتلان واقعی را اگر ما بشناسیم گفتن شیعیان کوفه بودند، کسانی که امام حسین رضی الله عنه را با چندین هزار نامه فریب دادند که بیا به کوفه ما با تو بیعت میکنیم. مسلم ابن عقیل را هم امام حسین رضی الله عنه وقتی که فرستاد آنها با مسلم ابن عقیل بیعت کردند. گفتن در صبح چندین هزار نفر با مسلم ابن عقیل بود، اما وقتی که عبیدالله ابن زیاد نفرش را به جان مسلم ابن عقیل فرستاد، تمامی این شیعیان کوفه در شام مسلم ابن عقیل را تنها گذاشتن و او شهید شد. و سپس خود امام حسین رضی الله عنه را نیز چندین هزار شیعه کوفه که نسبت به لشکریان عبیدالله ابن یزید چند برابر زیاد بودند، امام حسین رضی الله عنه را تنها گذاشتند. پس شیعیان کوفه قاتلان واقعی امام حسین رضی الله عنه هستند. حالا سوال اینجاست، اگر شیعیان کوفه قاتلان واقعی امام حسین هست و شما گفتین که تا امروز هم کسانی که ادعای دروغین محبت اهل بیت و امام حسین را میکنند، هدفتان واقعا ولایت فقیه ایران هست که اینها با یهود و نصارا در قتل و کشتار مسلمان ها در سوریه، در عراق، حتی با بودایی های میانمار هم اینها هم دست هستند در قتل و کشتار مسلمان ها در افغانستان. این طرف آن طرف که ما میبینیم خونریزی هایی که صورت میگیره، اینها دست دارن. خب اگر اینها امام حسین را به شهادت رساندن، تا امروز ما میبینیم که شیعیان بیشتر از هر گروه و فرقه اسلامی دیگر در این روز مراسم عزاداری را انجام میتن و در این مراسم کارهایی که میکنن نمیفهمم جنبه دینی داره یا نداره. به هر حال تحت نام عزاداری به سر و سینه خود میزنن، زنجیر میزنن، شمشیر میزنن، حتی جاهایی دیده میشه که خونهای جاری میشه در آنجا. یعنی این همه کار تحت نام مراسم عزا برای امام حسین صورت میگیره. چطور از یک طرف به شهادت میرسانن و از طرف دیگر این شیعیان امروزی مراسم عزا میگیرن؟ خود مسئله عزاداری وقتی که از لحاظ دین و شریعت مقدس اسلام نگاه کنیم،
به کسی اگر مصیبتی میرسه، پدرش فوت میکنه، مادرش فوت میکنه، از اقوام و خویشاوندانش فوت میکنن، اگر شوهر فوت میکنه، در قبال وارثینش که به عزا می نشینن عزاداری در دین هست. اهل میت یعنی؟ بله. وارثین میت عزاداری هست، اما این عزاداری برای مسلمان ها، یعنی شرعاً برای کسی که از اقاربش از دنیا میره و مصیبتی میرسه 3 روز عزا بیان شده. یعنی چگونه عزاداری؟ حالا به این 3 روز جایزه شخص عزا میگیره. یعنی وقتی که میگیم جایزه، آیا این عزا چی هست؟ آیا این عزاداری همینه که به این 3 روز دیگه او میتونه که فریاد بزنه، گریبان پاره کنه، به سر و صورت خوب بکوبه و نوحه ها و حرف های جاهلانه به زبان بیاره؟ اینها موضوعاتیه که شریعت مقدس اسلام محکوم کرده، ولو که 3 روز چی که 1 دقیقه هم جایز نیست. و همچنین اعضایی که ما سوگواری که ما وقتی میگیم، مثلا یک زن وقتی شوهرش از دنیا میره باید که 4 ماه و 10 روز ای در عزا باشه. حالا در عزا آیا به 4 ماه و 10 روز ای هم خود رو بزنه و مو از سر بکنه و گریبان پاره کنه و فریاد بزنه و نوحه های جاهلانه سر بده؟ نه خیر. وقتی که برای یک مسلمان مصیبتی میآیه، وقتی مصیبتی رسید چی میگه؟ انا لله و انا الیه راجعون. ما از خدایمون به سوی خدا میرویم. نکته دیگر که ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، و همچنین کل نفس ذائقة الموت. اما وقتی که از دنیا حال عزیز ما رفت، پدر ما، مادر ما، برادر ما و بالاخره همسر ما، اولاد ما، این ابتلا و آزمایش الله سبحانه و تعالی هست و این مسیر همه ما طی میکنیم بدون شک. یک انسان با تصادف میره، یک انسان با مریضی میره، یک انسان بالاخره به یک حادثات دیگری. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که فرزندشان ابراهیم از دنیا رفت عزا داشتن، حتی چشم مبارک اشک میریختند، ولی صدای از رسول الله بلند نمیشد که اونها حتی صدای گریهشان را کسی بشنوه. از وقتی که خود رسول صلی الله علیه و سلم از دنیا تشریف بردن، صحابه سر و صدایی نداشتن. حتی سیدنا عمر نقل شده که میخواست سر و صدا کنه و بلند فریاد زد که اگر کسی بگه محمد فوت کرده من گردنش را میزنم. حالت بی خودی بود. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله سبحانه و تعالی هیچ نفسی مکلف نمیکنه مگر درمو توانی و طاقتی. و سیدنا عمر همون لحظه این حرف که شنید بریو واقعا غیر قابل باور بود. سیدنا ابوبکر صدیق میآیه این آیه مبارکه میخوانه. اول میآیه رسول الله صلی الله علیه و سلم در حجره ام المؤمنین، پیشانی رسول الله را بوسه میزنه و بعد به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه آنچه که به انبیای ما قبل تو رسید به تو هم رسید و برای دیگران هم میرسه. کل نفس ذائقة الموت انا لله و انا الیه راجعون. سیدنا ابوبکر بیرون میشه و این آیه میخونه و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. سیدنا عمر میگه وقتی که این آیه میشنیدم احساس کردم که این آیه همین الان نازل شده. این حالت سیدنا عمر پس نرمال میشه. پس وقتی مصیبت آمد، تسلیت و عزا وقتی که عزاداری هست اینه که صاحب میت، وارث میت، با کسانی که از میت باقی ماندن، اینها در بعد از فوت در خانه خود می نشینند و بالاخره دیگران مدت 3 روز کسی که نرفته و ندیده میره به عنوان تسلیت و به عنوان غم شریکی و به عنوان همدردی فقط میگه اعظم الله اجرک. الله سبحانه و تعالی اجر تو را بالا ببره. الله سبحانه و تعالی این را مورد رحمت و مغفرت خود قرار بده. الله سبحانه و تعالی قبرش را وسیع بگردانه. الله سبحانه و تعالی این وارد جنت بگردانه. دعا میکنه و پس بیرون میشه. مدت 3 روز تعیین شده عزاداری. اما اگر یک شخص مثلا دور بود نرسید تا 3 روز، روز 4م هم اگر در دکان شخص رفت، در خانه شخص رفت و بالاخره به خاطر همین گفتن تسلیت اشکالی نداره. اما به این که روز اولم برو،
روز دومم برو، روز سومم برو به خانه شخص، این جایگاه و اصل شرعی نداره. و میمونه در قسمت زنی که میگه عزادار هست 4 ماه و 10 روز، فقط گفته در خانه ای که شوهر از او زندگی میکرد از او خانه بیرون نشه بدون ضرورت، آرایش نکنه و حتی خود را مزین و مفشن نگردانه، چون تحت چی هست؟ عده هست. بعد از 4 ماه و 10 روز و بالاخره میتونه که به حالت عادی برگرده. اما عزاداری هایی که امروزه که سر قبر استاد شدن و به عنوان استقبال و پذیرایی و بعداً به خانه شخص رفتن و فردایش فاتحه گرفتن و بالاخره باز از فاتحه رفتن و به خانه شخص و بعداً انتظار سوم و انتظار هفتم و انتظار چهلم و انتظار سالگرد و همه اینها جز عزاداری نیست. اینها جز بدعات است که رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. اما میمانه در قسمت عزاداری امام حسین رضی الله عنه، عزاداری هایی که امروز ما میبینیم که ارتباط میدن. اولی گفتیم که عزاداری 3 روز هست، دیگه نمیفهم از روز شهادت حضرت امام حسین تا الان 3 روز شده یا نشده. یک نکته هست، یعنی سال 61 و الان 1439 هست، یعنی قریب میخواد که به 1070 سال بشه. در این قسمت عزاداری هایی که امروز به نام امام حسین میشه، عزاداری هایی که به نام امام حسین میشه، نه شرعاً نه چنین عزاداری دین به ما اجازه داده و دستور داده، نه شرع ای را میپذیره و نه عقل. شریعت به ما اجازه نداده. به خاطر چی؟ به خاطر این که بعد از شهادت امام حسین دیگه حتی اهل بیت امام حسین هم چنین عزاداری هایی که امروزه هست اجرا نکردن، نداشتن. و بعد از حتی از اهل بیت و اینها صحابه بعد شنیدن، صحابه‌ای که در مکه بودن، در مدینه بودن، تابعی که در مکه و مدینه بودن، ائمه بزرگواری که بعدها بودن، این بزرگوارها نیامدن بگن که روز عاشورا روز عزاداری امام حسین و اینها. از هر کدام که ما میشنویم و روایت ها اینا رو میبینیم و بالاخره که همه روز عاشورا روزه داشتن و احترام و فضائل روز عاشورا و اینها. عقلا وقتی که ما میگیم به خاطر این که این عزاداری به خاطر چی هست؟ عزاداری میکنیم به خاطر که تقرب الی الله، خاطر که نزدیک بشیم به الله سبحانه تعالی. چگونه نزدیک شدنی؟ اولا انسان وقتی که به الله سبحانه تعالی نزدیک میشه از راه عبادت هست، از راه عبادت هست و عبادت هم مسئله توقیفی هست. عبادت باید که از جانب الله سبحانه و تعالی و از جانب رسول صلی الله علیه و سلم به ما گفته شده باشه. اما مسئله عزاداری های امروزی که در این عزاداری ها که به نام امام حسین میشه، امام حسین به خاطر احیای سنت جد خود حرکت کرد. در این عزاداری ها عزاداری هایی که شرک زنده میشه، شرک زنده میشه. در این عزاداری ها خرافات احیا میشه و زنده میشه. در این عزاداری ها فسق و فجور به راه میفته. در این عزاداری ها رقص و موسیقی و پایکوبی و اینها به نام امام حسین و به نام عزاداری. و از همه مهمتر، حالا در همه مناطق شاید این بحث ها نباشه و یک منطقه هست که عزاداری متفاوته، اما در وقتی در امروزه که بحث این اینترنت و وسایل اینها اجتماعی و اینها که شده، همه موضوعات برای همدیگر میرسه. یعنی سبحان الله، به خاطر که امام حسین در روز کربلا شهید شد، امروزه شخص به خود را بزنه. این زنجیری که به تن خود میزنه چرا نمیره بالاخره به تن دشمنان اسلام نمیزنه؟ این مشتی که بر سینه خود میکوبه چرا بر سینه دشمنان اسلام نمیکوبه؟ کیا بالاخره چی دست هاییه که جوانان
که با تمام نیرو و انرژی هستن. طفل معصوم چی گناهی کرده؟ طفل معصومی که او انسانیه که نه امام حسین رو میشناسه، نه امام حسن میشناسه، نه دشمن نه دوسته. تو بیا سر طفل رو بزن و بالاخره او خونمال کن. رحم، شفقت، ترحم. امام حسین حرکت کرد که تا درس رحم رو بده، تا درس شفقت رو بده، درس مهربانی رو بده. امام حسین حرکت نکرد که درس ظلم رو، حرکت کرد که پیش روی همین ظالمایی که نمیفهمن که این نواسه پیامبر هست، نمیفهمن، به نواسه رسول الله احترام ندارن، به نواده رسول الله احترام ندارن، به خانواده رسول الله احترام ندارن. امام حسین این حرکت را کرد. پس بنابراین ارتباط به عزاداری و امروزه از این طریقی که انسان بخواه به نام امام حسین و در او جلسه حتی سب و لعن برای اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، در او جلسه فسق و فجور باشه، در او جلسه ساز و موسیقی و رقص و پایکوبی باشه، در او عزاداری که اختلاط زن و مرد باشه، این دیگه قضاوت به خود بینندگان عزیز و گرامیه که آیا دین چنین عزاداری به ما گفته و اجازه داده. و نکته دیگری که میخوام اشاره کنم، حضرت امام حسین با همه بزرگواری خود، با همه بالاخره که نور چشم مانن امام حسین، والله قسم اگر ما بفهمم که ذره وجه شرعی داشته باشه و ما به زدن توسط زدن به جنت داخل میشم، یا با امام حسین نزدیکتر، حتی به امام حسین نزدیک میشم، به سینه خود نمیزنم، به زنجیر و قمه و اینها هم نمیزنم، والله قسم گردن خور میزنم، به خاطری که به امام حسین برسم و به خاطری که رضایت الله رو به دست بیارم. اما میمونه قضیه عزا. امام حسین بزرگتر بود یا رسول صلی الله علیه و سلم؟ چرا بر فوت رسول صلی الله علیه و سلم چنین عزایی گرفته نمیشه؟ و ولو که گرفته هم بشه به اونام جایز نیه. اما میمونه قضیه به اینجا، این مهمه. فضیلتی که به امام حسین مقایل هستیم از برکت رسول صلی الله علیه و سلم. فاطمه الزهرا خیلی بزرگن. این بزرگواری را از کجا آوردن؟ از رسول صلی الله علیه و سلم، دختر رسول صلی الله علیه و سلم. بعد از این سیدنا علی ابن ابی طالب شهید شدن در راه مسجد. چرا برای سیدنا علی ابن ابی طالب چنین عزای و عزاداری گرفته نمیشه؟ بدون شک و افضل است از امام حسین. این چیز واضح و مسلم هست. و بعدا برادران و از جمله امام حسن، امام حسن هم شهید شد، مسموم شد، زهر داده شد، شهید شد. چرا از امام حسن نامی نیست؟ و در کنار این، در همین کربلا برادران امام حسین و فرزندان امام حسین، حتی برادران امام حسین به نام ابوبکر، به نام عمر و به نام عثمان، در این کربلا در کنار امام حسین شهید شدن. از اونها چرا؟ اونا فرزندان علی ابن ابی طالب نبودن؟ فرزندان علی ابن ابی طالب بودن. لااقل درسته که اونها فرزندان فاطمه الزهرا نبودن، اما فرزندان علی ابن ابی طالب بودن. پس به این که ما کل اسلام رو بیاریم جمع کنیم به یک نفر که حضرت امام حسین رضی الله عنه و این عزاداری را ما اختصاص بدیم همین روزر، بالاخره با این همه شأن و شوکتی که ما در دنیا میبینیم که با انواع مختلف عزاداری گرفته میشه، این دیگه قضاوت به خود عزیزان و دوستان هست که این را کی آورده و چی بوده و چه کار شده و پشت این صحنه چیست. تشکر. سلامت باشه جناب مولانا صاحب. اجازه بدین بازم میان برنامه کوتاهی بگیریم و با تماس بیننده عزیز برگردیم. بیننده های عزیز، میان برنامه بسیار کوتاه را میگیریم و با تماس های شما برمیگردیم. با ما باشید.
آیا دلمرده‌ای که ما او را زنده گردانیدیم و برایش نوری قرار دادیم که در پرتو آن در میان مردم راه می رود، مانند کسی است که در تاریکی به سر میبرد و نمیتواند از آن بیرون بیاید؟ این گونه کارهای کافران برایشان آراسته شده است. وصال حق مرهمی بر دلهای بیمار. با سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی، با برنامه قلب آسیا با موضوع عاشورا از حقیقت تا ادعا خدمت شما عزیزان هستیم. البته صحبت های جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری را شنیدید. حالا نوبت رسیده به شما بیننده های عزیز. عزیزمان رفیع جان البته شماره برنامه را زیرنویس کردن. بیننده های عزیزی که میخوان در این بحث با ما شریک شوند، پرسشی داشته باشند یا گفتنی داشته باشند، میتونن تماس بگیرن و حرف خود را با ما شریک سازند. جناب مولانا، قبل از اینکه تماس ها وصل شود، شما در آخر صحبتاتون گفتین که این عزاداری ها نه تنها جنبه شرعی ندارد، در دین اسلام چنین چیزی نیست و حتی عقل سلیم هم این را باور نمیکنه. بیننده ها خودشان قضاوت کنن که از کجا آمده و تحت چه هدفی آمده. میشه شما برای ما و بیننده ها را کمک کنین که پس این عزاداری های غیر شرعی و غیر اسلامی در جامعه اسلامی از کجا، توسط چه کسانی آمد و تحت چه هدفی؟ اگر پیرامون عزاداری که امروزه به نام امام حسین صورت میگیره تاریخ ورق بزنیم، چنین عزاداری ها در زمان رسول صلی الله علیه و سلم، در زمان خلفای راشدین، یعنی در زمان ابوبکر و عمر و عثمان و علی، در زمان امام حسن و امام حسین و در زمان حتی بنی امیه و در زمان اوائل، یعنی 100 سال اول، یعنی عصر اول بنی عباس نبود چنین عزاداری ها. اما بعداً به خاطر اینکه من میفهمم که تماس ها شما هست، من سریعتر میگذارم. در سال 352 به نام معز الدوله که دولت بویی ها یا دیلمی ها وقتی که داخل بنی عباس شد، از اون طریق اولین دستور در روز عاشورا داد بویی ها. این دستور دادن که زنها در روز عاشورا با سر لخت بیرون بشن و دوکانها بند بشه و بعدا سال بعد به پارچه و بالاخره این و آن ابتدا و بدایت شروع بالاخره عزاداری ها شروع شد تا اینکه در زمان عبیدی ها رسید و بعد از زمان عبیدی ها زمان صفوی ها رنگ و روغن دیگری به خود گرفت تا اینکه نظام جمهوری ایران به وجود آمد و بالاخره رنگ و بوی هم سیاسی و هم بالاخره همه اینها را برای این عزاداری ها داد. به این که از اینها چی استفاده میشه و چی هدف هست و چرا اینها شد، هدف میگذاریم انشالله. اهداف اگر باز وقت بدنا بیان میکنم انشالله. اولین بیننده ما با اجازهتون من میگیرم. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. بله بله سلام علیکم و رحمت الله. رفیع جان صدای بیننده رو نداریم ما. بله سلام علیکم. خسته نباشید. سلامت و زنده باشید. بیننده عزیز خودم معرفی کنید، از کجا تماس گرفتید؟ بله علیزاده هستم از یزد. بله خوش آمدید، بفرمایید. در مورد موضوع برنامه ما که عاشورا از حقیقت تا ادعاست گفتنی دارید، بفرمایید. بله بله. سلام علیکم. بیننده عزیز لطفاً صدای گیرنده‌تان را خاموش کنید و از طریق گوشی تلفن صدای ما را بشنوید. متوجه نشدم، پس مستقیما من متوجه این قضیه نشدم. از وجودتون که من مطلبی که می‌خواستم بگم در مورد عاشورا، من احساس میکنم، من خودم یعنی اینجوری احساس میکنم که این شیعیانی که اون موقع در عراق بودن با امروز فرقی نداشتن. یعنی یه حالتی بوده که ذهنیتی در ذهن اینا بوده، چون اون موقع خودشون همچین حالت بغض و کینه نسبت به صحابه همسران رسول الله و این تفکرات رو داشتن.
و امام حسینی در نظرشان بود که اون هم مثل خودشون اینگونه باشه و وقتی که مثلا متوجه شدن که ایشون اینجوری نیست، اینا خود به خود مخالفت کردن و بعدش چون دین و فکرشون و عقیدهشون اینا ریشه قوی نداشت مثل صحابه پیامبر اسلام، حتی تا به این که بعد از سالها اونها تو مکه و مدینه هیچ وقت نسبت به اهل بیت بی احترامی نکردن و من چیزی در تاریخ سراغ ندارم که نسبت به اهل بیت کوچکترین بی احترامی شده باشه. ولی به هر حال اونها هم اینجوری که دیدن بالاخره براشون مهم نبود، دینشون فکرشون ریشه قوی نداشت. همین حالا هم اگر ما در نظر بگیریم تاریخ رو به عقب برگردیم یا همچنین امام حسینی بیاد بین ما سرزمین عراق مثلا ببینیم که اسم بچه‌هاش ابوبکر و عمر و امهات مؤمنین رو احترام میذاره، خب مسلما نظرمون فرق میکنه و خوشبختانه حالا بنده و بسیاری از مردم به برکت این شبکه‌های شما و جهان رسانه این هدایت رو در وجودشون حس میکنن و تغییرات فکری رو من دارم میبینم تو جامعه. ولی یه مطلب حالا این تا اینجا، حالا البته که نظر من به قول معروف ارزشی داشته باشه من اینجوری فکر میکنم، ولی یه سوالی هم داشتم از حاج آقا مولوی آقای انصاری که الان حضور دارن. مدت‌ها قبل یه برنامه‌ای بود من دیدم که به دلیل ملاقات ایشون با آقای مولوی عبدالحمید در مکه یه سلام علیکی در حد عادی بوده ولی خیلی به آقای مولوی به اصطلاح اهانت شد و به اصطلاح گفتن چرا این کارو کرده، ایشون ناسبیه. من حالا اینو می‌خواستم بپرسم از خود حاج آقا، حالا خودی که غیبت بشه، من از اون روز تا حالا خیلی تو صحبت‌های ایشون هر جایی که برنامه خیلی همیشه ندیدم ولی هر موقع که برنامه ایشون حضور داشته یا به صورت زنده یا غیره من صحبت‌هایشون رو گوش کردم ببینم چه نظراتی، ولی نظرات ایشون بسیار مثبت و ارزشمند و به نظر من خیلی جذاب بوده و احترامی که به اهل بیت می‌گذاشته. یعنی به نظر شما ناسبی به نظر نمیان؟ باریکلا همینه. من به خاطر همین می‌خواستم ببینم آیا قبلا ایشون مثلا یهو در یه شیخ انسان ممکنه یهو چی میگن، یعنی قبلا ناسبی بودن یا نه؟ سوالتون این است. تو نوشته هاشون تو چیزی بوده که حالا این به قول مردونه اگه بوده اشکالی سوالتون را گرفتیم. سوالتون را گرفتیم. ببینید عزیز ان شاء الله جناب مولانا پاسخ خواهند گفت. تشکر از تماستان. خدا حافظ. تشکر می‌کنم ان شاء الله که موفق باشید تو برنامه‌هاتون و این حقایق رو به مردم برسونید. موفق باشید. خدا نگهدارتون. خدا حافظتون. بیننده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. بله بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. از افغانستان به تماس. اسمتون؟ اسما. خواهر اسما بفرمایید. اولا سلام به استاد مجیب الرحمن، به خودتان استاد، دعای خیر شما را میخوایم، به خانواده‌ام، به خودم و منم با استاد سلیمانی. خداوند بر من توفیق داده که بعد از 2 سال برنامه زیبای شما را بازم ببینم و ما دعای خیر شما را میخوایم. تشکر. ما هم در حق شما همیشه دعا میکنیم ان شاء الله. از شما هم التماس دعا داریم. در مورد برنامه ما چیزی نمیگین؟ برنامه زیبا و دوست داشتنی دارید و برنامه شما بسیار دوست داشتنی هستند و همچنان خودتان را دوست می‌داریم. ما تشکر. زنده باشید خواهر گرامی. تشکر از تماستان. خداحافظتان. التماس دعا. خداحافظ. از شما هم التماس دعا داریم. خداحافظتان. بیننده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم و رحمت الله. لطفاً صدای گیرنده تان را خاموش کنید بیننده عزیز. بله سلام علیکم. صدای بیننده را ندارم معرفی جان. میریم سراغ بیننده بعدی. بله سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. میخواستم با مولوی صاحب گپ بزنم. بله خوش آمدید. بیننده عزیز خودم معرفی کنید، از کجا تماس میگیرید؟ ما احمد هستم از آلمان. خوش آمدید برادر احمد. در مورد موضوع برنامه ما که عاشورا از حقیقت تا ادعاست چه گفتنی دارید؟ بله.
من همین سوال داشتم که به اصطلاح جناب مولوی گفتن که اینها را به اصطلاح امام حسین علیه السلام با کربلا که هستن ای شیعه کشتن. حالا خب شیعه بودن یا هر کی بودن، حالا ما و شما باید دست شویم با مون نعلت بفرستیم بگیم که هر کی میکنه کده خدا نعلتش کنه. شیعه بوده، سنی بوده، مسیحی بوده، هر کی بوده. بله. به اصطلاح در هر دین و مذهبی که بوده، این برای ما و شما مهم نیست، چون نواسه پیغمبری ما و شما بودن، چون دین و مذهب و پیغمبری ما و شما، یک قرآنی ما و شما یک هستن. من میخواستم امیر از مولوی صاحب پرسان کنم که به اصطلاح شیعه یا سنی، حالا به اصطلاح مولوی صاحب میگه که چون شیعه برای خودشون کشتن، شیعه خودشون آزاداریشون نمیگیرن. بله. من میگم همون شیعه که اگر امام همون چی کاری کرده باشن ما به اون نعلت بفرستیم، خداوند او را نعلت کنه انشاءالله که چوب جهنم باشه. ولی حالا ما و شما باید چی کار کنیم؟ حالا به اصطلاح او اتفاق افتادن در کربلا، حالا بین مسلمین ما چی کاری را انجام بدیم که ما و شما یک دیگه خود نکشیم؟ خب اما کسانی که امام حسین را در کربلا شهید کردن پیروان آنها که حضور دارند فعلا هم، یعنی هم فکران آنها هستند، هم فکران آنها هستند پیروان. هر کسی امام حسین نواسه پیغمبر کشته، ما و شما یک جمع خدا نعلت کنه اونا. بله. این نظر شیخ الاسلام ابن تیمیه است که جناب مولانا خواندن که خداوند لعنت کنه هر کسی را که امام حسین را به شهادت رسانده یا مشوره شهادت او را داده یا خوشحال میشه به شهادت امام حسین. ولی برای بیداری امت اسلامی نیاز است که ما روشن اندازی کنیم، روشنی بیاندازیم، اذهان مردم را بیدار بکنیم، چون کسانی هستند از پیروان شیعیان کوفه که تا امروز از نام محبت اهل بیت، از نام اهل بیت استفاده سو میکنه. باید این چهره ها افشا شوند. بله، هر کی به اصطلاح هم چیز هستن، بله باید افشا شوند. موضوع چیز هستیم که باید البته نظر مولانا در مورد کل اهل تشیع چنین نیست. نظر مولانا خیلی خیلی مثبت هست در مورد برادران و خواهران اهل تشیع. همیشه میگویند اما کسانی را که مولانا محکوم میکنن کسانی هستند که از محبت اهل بیت استفاده سو میکنن، ادعای دروغین محبت اهل بیت میکنن. شما درست هستم. بله، ما مولوی صاحب ما چون حرفای شما همیشه میشنوم و گوش میکنم، چون یک دفعه چون شاید سر احساسات بوده یا دیگه بودن میگفتن که اگر یک بچه شیعه پیش ما بیه، من میگم مثلا 12 امام نیست. حالا ما که میبینیم خود جناب مولوی صاحب میگه که امام حسین. خب پس من نمیفهم و حرف قدیمیش از یادش رفته فکر کنم. باشه بیننده عزیز و گرامی، اولا خدمت شما السلام علیکم و بعدا او حرفی که شما شنیدیم ما گفتم که بچه شیعه اگر پیش ما درس بخوانه ما برایش میگم که 12 امام معصوم نیستن. این حرف خور که تا روز قیامت هم میگم دیگه 12 امام معصوم. امام حسین تاج سر ما هستن، نور چشم ما هستن، معصوم نبودن، غیب را هم نمیفهمیدن. این حرف دیروزم گفتم، امروزم میگم، تا زنده باشم میگم. تضاد در میان این دو حرف وجود هم نداره. بله. خب وقتی که ما و شما میگیم که امام حسین پیغمبر خدا گفتن که اینا سرورای بهشتن، سیدای شباب اهل جنت و بهشت هستن. بله. پس اگر کسی معصوم و بنده پاک خداوند نباشه چطور میشه که او سرور و سالار جوانان پاسخ بشنوین جناب برادر عزیز و گرامی ما. امیدواریم که همه ما و شما اهل جنت باشیم، چون رسول الله میفرمایند من قال لا اله الا الله دخل الجنه. پس بناءً همانطوری که رسول الله فرمودن امام حسن و امام حسین سید و سردار جوانان اهل جنت هستند، همچنین فرمودن که سیدنا ابوبکر صدیق که برایش مژده و بشارت دادن که ابوبکر هم سردار مردان اهل جنت هست. نسبت به سیدنا ابوبکر صدیق هم می حرف میگیم سیدنا ابوبکر صدیق معصوم هم نبودن و غیب را هم نمیفهمیدن.
امیدوار هستم پاسختان گرفته باشین. بیننده عزیز تشکر از تماستان. خداحافظ. زنده باشین، زنده باشین، سلامت باشین. چیزی کاری کنین که مسلمان ها همیشه یک دست و حتما همیشه آرزوی ما همین بوده. آرزوی ما همین بوده. اگر برنامه‌های شبکه جهانی وصال حق را شما تعقیب کنید، ما همیشه از وحدت و برادری و همدلی میان امت اسلامی صحبت کردیم. فقط کسانی که میخواهند در این میان تفرقه اندازی کنند، چهره آنها را ما افشا کردیم و خواهیم کرد. تشکر از شما. خداحافظتون. خدا زنده باشین. من فقط یک چیز دیگر از شما چیز داشتم. مثلا شما کوشش کنین ببینین، شما الحمدلله خودتون بزرگوار هستین، خودتون مولوی هستین. یک کاری کنید در افغانستان به حساب اینمی کسایی که مراسمی برای امام حسین ندامونه اونا چیز نکنن، مردم ها را قتل عام نکشن، به اصلاح خودکشی نکنن. خودکشی در ما بارها شما اگر برنامه‌های ما را تعقیب کرده باشین، عملهای انتحاری و انفجاری که شده در اماکن عامه که مردم ملکی کشته شدن، ما از همین منبر از همین برنامه محکوم کردیم و گفتیم هم که ها پشت این انتحاری ها هست، که ها میخواهند که برای سوریه و عراق از میان شیعیان افغان سربازگیری بکنند، از میان جوانان افغان سربازگیری میکنند، به خاطر که آنها آماده شوند بر رفتن سوریه، همچون حملات را انجام میتند تا اینها به خاطر انتقام گرفتن به سوریه بروند. ما قبلا هم برنامه‌های داشتیم، اگر شما دنبال کرده باشید. ایران هستند، اونا ایران مهاجرین افغانی رو خود شما بیشتر میدن و ایره همه دنیا میفهمه که در اکثر حملاتی که داخل افغانستان میشه ایران و پاکستان دست داره، چون منافع این دو کشور در ناامنی افغانستان است. بله نه من منظور از ما عزیزم در سوریه چی به اصلاح از اهل سنت هم میفرستن، از اهل شیعه شدن میفرستن. اینا دست ایران و غیره همه میدونن. اینا یک چیزی هستن که به اصلاح مهاجرین افغانی بیچاره خب میگم ما تو افغانستان میفرستیم یا سوریه هم افغانستان مجبوریم خیمه در ماه 1 میلیون تومان میته. خب بریم بهتر از سوریه بریم دیگه، افغانستان بریم چی کنیم اونجا. تشکر. یک چیزای اجباری و یک چیزی هست که یک چیزا پیش آمد منه، یا مثلا از برادرای اهل تصمیم ما را همون رقمی فرید میارن در سوریه میجنگن بر علیه. خب این بدبختی ها هست دیگه. خدا کنه که شما بزرگوارای کاری کنید که ملت. تشکر بیننده عزیز، تشکر از تماستان. هم زنده باشین. تشکر، سلامت باشین. خداحافظ. آخرین بیننده را به اجازه شما میگیرم، وقت برنامه هم به پایان رسیده. بله، سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز خودم معرفی کنید، از کجا تماس گرفتید؟ من حبیب الرحمن هستم، تماس گرفتم. لطفاً صدای گیرنده تان را خاموش کنید. بله بفرمایید. الان صدا من خوب شد؟ بله بفرمایید. میگم من حبیب الرحمن هستم، ایران تماس گرفتم. میگم سلام تقدیم میکنم به جناب آقای محمد مجیب رحمان انصاری. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. میشه من وقت رو گفت بزنم؟ بله صدای شما را دارن میشنون، بفرمایید. میگم این شیعیانی که الان عزاداری میکنن اینا عاشقان یا خودشون میگن که ما عاشقان حسین هستیم، اینا دروغ میگن. اینا واقعا تماسشون قطع شد. تشکر از بیننده های عزیزی که تماس گرفتن. بیننده های زیادی که پشت خط هستین، نمیتونم تماس شما را بگیریم چون وقت برنامه کاملا به پایان رسیده است. جناب مولانا، تماس بیننده ها رو گرفتیم، البته اهداف هم مونده. میریم به سراغ اهداف یا پاسخ علیرضا جان را میدید؟ من اهداف رو به طور خلاصه و فشرده بیان میکنم. کسانی که این عزاداری را رنگ و بوی سیاسی میدن و بالاخره هر سال میبینیم که اعضا همانطوری که یک شی مدل جدیدی در بازار میآید، در همانطور عزاداری هم مدل جدید میشه و بالاخره از خود حالت های عجیب و غریبی داره. اولین هدف از این عزاداری هایی که حالت زنجیر زدن هست و حالت غم زدن هست و حالتیه که بدن را خونالود کردن هست، اینه که دست دشمنان اسلام کار میکنه تا این که از اسلام به دنیا نشان بدن که مسلمین یعنی اینها، یعنی این اعمال مسلمین هست. اینها وقتی که خود چنین بزنن، طفل خود چنین خونالود کنن، بر نیزه بر سر خود بزنن، بر نیزه بر کمر خود بزنن، بدن خود را خونالود کنن،
وقتی دشمنان اسلام ببینن بگن دیگه اینا که با خود چنین رفتاری داشته باشن با دیگران چگونه رفتار خواهد کردن. میخوان یک تصویر خشن زشت برای دنیا نشان بدن. این دست دشمنان اسلام هست که در این قضیه کار میکنه. نکته دوم که باز افرادی که به خاطر حفظ چوکی خود، به خاطر حفظ قدرت خود، به خاطر حفظ همان منصب و جای خود ملت به چی مصروف کنه؟ به چی مشغول کنه؟ به همین نام عزاداری. بیا بالاخره امروز عاشورای، سبا بالاخره 40 و 40 و بالاخره یعنی امروز شهادت فلانه، فردا تولد فلانه. الان یعنی اکثر خواهرها و برادرای اهل تشیع ما به همین قضایا مصروف کردن. تولد فلانی، وفات فلانی. در طول سال وقتی که نگاه کنیم یعنی یک خواهر و برادر شیعه ما که میخواه که با خدای خود راز و نیاز داشته باشه ولی او مصروف کردن در این محافل و مجالسی که به نام تولد و به نام وفات و به نام 40 و به نام عاشورا و به این و آن. اینها که مصروف بشن دیگه مطالعه کردن نمیتونن که کسی که تاثیر و قدرت داره خوبه یا بد. اینها رو مصروف کردن. نکته دیگر اینه که مصروف ساختن و مشغول کردن جوانان با استعداد. این جوان باید امروز فکر کنه در مقابل دشمن چگونه ایستادگی کنه. امروز یهود و نصارا دنیا را گرفت اما جوان را مصروف کردن به عزاداری. تنها قضیه عزاداری برادران اهل تشیع نیست، حتی مصروف ساختن اهل سنت. شما امروز ببینیم در قسمت عزاداری‌های اهل سنت هم خیلی عزاداری‌های اینا موافق به شریعت نیست. حتی می‌بینیم به خاطر رسیدن به الله سبحانه و تعالی امروز حتی اهل سنتی هست که در محافل خود به نام ذکر رقص دارن، موسیقی دارن، پایکوبی دارن. هر کس که میخواه باشه چه شیعه و چه سنی وقتی خلاف شریعت عمل کرد، خلاف قرآن و حدیث عمل کرد، رده. من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. من عمل تا دیروز خلاف شرع انجام میدادن امروز فهمیدم و عملی که خلاف شرع رده. پس هر کس که میخواهد باشه. نکته دیگر این که مردم دور ساختن از رحم و شفقت و ترحم. روز عاشورا یعنی روزی که عوضی که در سینه ها مهر بیایه، محبت بیایه، صمیمیت بیایه، در سینه بالاخره انگیزه و بغض و کینه و اینها وقتی شخص به خود رحم نکنه طبعا که برای دیگران رحم نمیکنه. و نکته دیگر این که توهین به مقدسات مسلمین، مثلا توهین به صحابه، توهین به اینها، خب اثرات این توهین چی میشه؟ توهین که شد اختلاف ایجاد میشه. اختلاف که ایجاد شد خب مسلمین در بین همدیگر و به جان همدیگر میافتن. پس این اهداف پشت این عزاداری‌ها و اینها هست. سلامت باشید. نیم دقیقه وقت دارین پاسخ بدین برای بیننده ما. گفتن که قبلا شما ناصری ما برای از این بیننده عزیز و گرامی این را میگم که ما نه تنها کل خانواده ما، مدرسه ما، درس ما، تعلیم ما، منهج ما از طفولیت همیشه میگفتیم که جان ما، مال ما، تمام زندگی ما فدای اهل بیت رسول صلی الله علیه و سلم. و الان از اینجا میگم جان من، جان ناقابل من، پدر و مادر من، تمام زندگی من، اولاد من، همه اونهایی که با ما در خانواده زندگی میکنن همه فدای اهل بیت رسول صلی الله علیه و سلم و فدای حسن و حسین رضی الله عنهما. اینها امام ما هستند، سردار همه جوانان اهل جنت و نور چشمان اهل سنت و جماعت هستند. کاشک در اون لحظه که امام حسین در کربلا جسد مبارکش بر خاک افتاد، کاشک در اون لحظه در کنار امام حسین می بودم و می توانستم ذره خدمت به امام حسین. کاشک در اون لحظه من 100 جان می داشتم که یک جان پی دیگری بر طبق اخلاص می گذاشتم و در پیش پای امام حسین یک جان را پی جان دیگر فدا می کردم و نمی گذاشتم تیری از جانب دشمن بر جان امام حسین اصابت کند. الله سبحانه و تعالی ما را پیرو واقعی اهل بیت رسول الله بگرداند. الله سبحانه و تعالی ما را با محبت اهل بیت رسول صلی الله علیه و سلم زنده داشته باشد و با محبت اهل بیت رسول صلی الله علیه و سلم بمیراند. الله سبحانه و تعالی ما را در روز قیامت در کنار اهل بیت رسول صلی الله علیه و سلم محشور بدارد. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی
و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم. تشکر از تمامی شما عزیزان بیننده که تا این لحظات با ما بودید. همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپاریم. الله یار و مددگارتان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.